هیجن یک هوش مصنوعی برای تولید ویدیو هست که کارهای مختلفی انجام میده. برای ورود بهش طبق معمول من از اکانت گوگل هم استفاده میکنم. به هم 2 کردیت به صورت رایگان میده که هر کردیت به معنی 1 دقیقه است که عملا میتونم 2 دقیقه ویدیو ازش خروجی بگیرم. اینها نمونه های ویدیوهایی هستن که با آواتار ساخته شدن. میشه از این شخصیتاش استفاده کرد و متن رو به هیجن داد و ازش خواست که با آواتار انتخابی ما متن خونده بشه. میشه بهش عکس داد و عکس ما رو سخنگو میکنه و روش لیپسینک ایجاد میکنه. این حالت استودیو آواتارش هم که کلا ایجاد ویدیوهای خیلی با کیفیته، با شخصیت‌های شسته رفته و خودش جوری که نوشته بهترین حالت برای ویدیوهای آموزشی و دوره ها. یکی دیگه از کارهایی که میکنه اینه که میاد و علاوه بر این که این صداها رو داره برای اینکه ما انتخاب بکنیم که میخوایم با چه صدایی متن ما خونده بشه. Hello, this is how I sound. Hope you like it. این یه نمونهش بود. به ما این امکان رو میده که صدای خودمون رو بهش بدیم و با صدای خودمون میاد متن رو ترجمه میکنه و یا اینکه میاد متن رو میخونه. چون که خودش یه ویدیو ترنسلیشن خیلی کار درسته هیجن و میشه ویدیو از هر زبانی با هر زبانی بهش داد و اون ترجمه میکنه و به ما خروجی میده ازش. برای ساخت میشه این قسمت تو از کرییت حالا انتخاب میکنیم که میخوایم یه آواتار ویدیو بسازیم یا یه ویدیو رو برای ما ترجمه بکنه. حالا من میخوام این موردش رو امتحان کنم. خب این قسمت بیام یه دونه آواتار انتخاب بکنم. اینا ظاهراً همگی فری هستن. مثلا این خانم رو انتخاب کنیم. یک حالتی که داره میشه مشخص کرد که ما میخوایم پورتره باشه. این حالت ویدئویی که داریم میسازیم یعنی برای شبکه‌های اجتماعی باشه اون موبایل یا اینکه لندسکیپ باشه برای کامپیوتر. این رو هم وقت انتخابش میشه مشخص کرد. این متن بهش بدم، برم صدا رو انتخاب کنم. از این قسمت میتونم صدای مرد همشون، یه صدای خانمونه انتخاب کنم. Hello, this is how I... برای کارم میتونم یه دونه تکست اضافه کنم به تصویرم. اوکی. میتونم یه الیمنت بیارم روی اون بذارم. گوشه پایین یا حتی میتونم از تصویرهایی که دارم چیزی انتخاب بکنم، چیزی آپلود کنم اینجا که ببینم که چه اتفاقی میفته. خب این تصویر رو تصویر اضافه میکنه روی تصویر. میشه ست بک‌گراندش بکنم و بک‌گراند
ترجیحاً اینه که نباشه. یا اینکه زمان اومدنش رو مشخص کنم که الان این لوگوی کی میاد اینجا که دور امتحانش کنیم. خب نهایتا سابمیتش کنم. ازم میپرسه که اینقدر هزینه‌اش میشه. توی این قسمت الان برای من در حال ساخت اون ویدیو هست. خب ویدیو ما ساخته شد و حالا ببینیم که چطور شد. Hello, I'm Nazanin and so excited to meet you. I hope enjoy this video. همونطور که میبینید چقدر خوب لیپسینکش هماهنگه و Hello, I'm این Nazanin حالت and so فکر excited to زدنش meet you. I hope enjoy this video. و حتی به نظرم تطبیق پیدا کرده با متنی که بهش داده شده. حالت هیجان زده هم داره. و این قسمت هم که برای شیر کردنشه، دانلودش و بقیه قضایش. میشه حتی مشخص بکنیم که کپشن بخوره یا نه. Hello, I'm Nazanin and so excited to meet you. I hope enjoy this video. همین.